من یک روز دوست داشتم، عروسی کرده بود، نامزاد شده بود، باز یک چله طلا عروسش برایش داده بود و به انگشت خود کرده بود. برش گفتم که یه حرام است، ایره نپوش. پیامبر صلی الله علیه و سلم ایره منع کرده، به مردا حرام است. گرفت از دستش به جیبش ماند. قدر خوشحال شدم که الحمدلله امروز هم جوانان هستن که مثل صحابه عمل میکنن. 2 روز دیر شد، باز دیدم از دور به من سلام داد، دیدم که به دستش همون انگشتر است. نزدیک شدم، برایش گفتم من نگفتم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید طلا حرام است برای مرد، چرا نکردی؟ گفت زنم خفه شد. روز قیامت چونه نگاه بکنیم به پیامبر. رضای زن بالا از رضای نبی است. نبی یک